یه برد مایکروویو داریم. مشکلی که داره، مشتری آورده گفته این برد زمانی که شما برنامه رو از طریق صفحه کلید وارد میکنید و دکمه استارت رو میزنید اتصال کوتاه میکنه، یا به اصطلاح زمانی که دکمه استارت رو میزنید که برنامه رو اجرا کنه اتفاقی که میفته فیوز خونتون میپره. بیاین تا بهتون بگم مشکل این برد چی میتونه باشه. خب حالا ما میایم برد رو میزنیم داخل برق تا رفتاری رو بسنجیم که تعمیرکار گفته، یعنی در زمان استارت لامپ تست روشن میشه یا نه، دستگاه اتصال کوتاه داره یا نه. برد رو میزنم به لامپ تست و میام یه برنامه بهش میدم. به عنوان مثال 23 دقیقه دکمه استارت رو که بزنم رله وصل میکنه و تایم شروع میکنه به رفتن و همینجوری که دارین میبینین هیچ اتصال کوتاهی هم به ما نمیده. خب همونطور که دیدین برد هیچ مشکلی نداره و نکته اینجاست خیلی از تعمیرکارهای مکانیکی لوازم مکانیکی رو قشنگ تست نمیکنن و این بردی که شما دارین مصرف کننده های 220ش اتصال کوتاه است و باعث میشه جریان بیش از حد بکشه و این جریان بیش از حده که باعث ایجاد اتصال کوتاه میشه، وگرنه خود برد هیچ مشکلی نداره.